انتخابش می‌کنی ناموسن. یک عقبه. ما مهیار داری خیلی بی احترام نیست خانم میکنی از یه ساعت بله خیلی بی احترامی کنی، بی شخصیت. بیشی به کیکش کنم، بذار کیکش کنم، کیکش کردم. خب شما متاسفانه یکی از رقبا حذف شد، شما آتا رو باش مثلا یکم آشنا میشی. آره با آتا های ما آشنا میشی. منم سلام خسته نباشید وقتتون بخیر. خانم سارا بانو جان باش رابطه میگیری، باشی آشنایت ایجاد میکنی. خانم سارا بچه چرا اینطوری میکنید؟ چالش دارم گازی بابا میگم انتخاب میکنی یا نه؟ زن بچه ها رو بودن سلوات فرستادن. روی یکی ناموسن انتخابش میکنی یا نه؟ ناموسن انتخابش میکنی؟ چالش نیست، نه ناموسن چالش نیست، انتخابش میکنی. سارا منم میشه بگید سارا چرا دیر آپلود میشه؟ سارا صدامو داری؟ هستی؟ الو سارا چرا جواب نمیدی؟ سارا زنم اومد جلو چشام سارا یه چیزی بگو بگیم. یه دقیقه براتون، یه دقیقه صبر کنید بگوزم من. اوه انم سارا نمیزنه، اصلا سیف نیست. این انم سالیه بخش. سارا اصلا سیف نیست. خدمت شما عرض کنم که آقا همه اسپکت باشین، مهیار آوردی؟ مهیار رو نیاوردین؟ معیار نمیاد، معیار قهره نمیاد. مهیار رو بیارید جان و مادرتون. بابا تو خود باش صحبت کن ببین باد ول میشه یا نه. اگر ول نشد برو سراغ هانیه. چه میدونم میشه بی زحمت حرف من هم داشتی میشه بی زحمت حرف برو خانم سارا خانم این داداش ما رو نسخه ها رو برای خانم سارا خانم سارا صدا داری؟ سلام علیکم. با جواب نمیدید. ما یه ساعت داریم میگیم که من آقا هیچ از من رو تو رابطه برای خودتون تو زندگی انتخاب میکنید. من تو رابطه برای زندگی روزکی رفت ناموزت بره ایمان از جنده خورک کشتی ایمان از جنده سلامات فرستادیم واسه ایشون. ناموزت گاهیدم سلامات